طهارت در لغت عرب به معنای نظافت، پاکیزگی. و طهارت دو خیل می شود: طهارت معنوی و طهارت حسی. طهارت معنوی یعنی پاک شدن از شرک، از همه گناهی کبیره، و پاک شدن از گناه ها که انسان واقعا وقتی که طهارت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که بنده مومن طهارت میکنه از هر اعضایی که میشوید گناهاش میریزد. طهارت معنوی است. طهارت حسی وقتی که با آب میشوید پاک میشود. طهارت معنوی این که گناهایش میریزد. وقتی که 5 وقت نماز رو میخواند، از بین این نماز و آن نماز میشودگی گناههای صغیره بخشیده میشد. این طهارت معنوی هست. و این چون الله تعالی ما رو به طهارت امر کردگی است. و این چون این طهارت بدن می شود و طهارت لباس می شود. چخیلی که الله تعالی گفت که و ثیابک فطهر، لباس های خود را پاکیزه کن. لباس شخص مسلمان باید پاک باشد. و این چون این مکان، بقعه، مکانی که در آن نماز می گذارد، جایی که در آن نماز می گذارد جای پاک باشد، که الله تعالی به این اشاره میکنه و طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خانه مرا برای طواف کننده ها و برای اعتکاف نشیننده ها و برای آنهایی که نماز میگذارن پاکیزه قرار ده. امر و سپارش از جانب الله تعالی و پیغمبر ابراهیم علیه السلام است که خانه کعبه که جای نماز است آن را پاک قرار دهند، پاک نگاه دارند. و این وظیفه تمام امام مسجد ها هست.